میخوای قندای چایت هم خوش عطر باشن هم خاص لاکچری؟ امروز با هم قندای دارچینی درست میکنیم. چیزی که هیچ مهمونی از کنارش بی تفاوت رد نمیشه. سلام به همه همراهان من. امروز با یه آموزش فوق ساده و خیلی شیک اومدم. قند دارچینی. قند دارچینی فقط یه خوراکی نیست، یه تجربه است، مخصوص کسایی که دنبال طعم متفاوت هستن و دوست دارن میز پذیراییشون خاص و متفاوت باشه. اگه تو هم از اونایی هستی که کارهای خلاقانه و خوش عطر رو دوست داری، این ویدیو دقیقاً برای توه. پس بزن بریم که این قندای خوش عطر و خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. مواد لازم خیلی کمن و احتمالاً همین الان تو خونتون هستن. شکر و پودر دارچین و مقداری آب و یک کاتر مورد پسند خودتون که بتونی باهاش قالب بزنین. همین. اما نکته مهم اینه که با چه بافتی مواد رو باید مخلوط کنیم تا قندا کامل شکل بگیرن و به این صورت در بیان که موقع خشک شدن ترک نکنن. میریم که موادمون رو درست کنیم. ما یه لیوان پودر شکر داشتیم. میریزیم تو ظرفمون. بعد اینجا پودر دارچینمون رو داریم که یک قاشق ما به موادمون اضافه کنیم کافیه. به پودر شکرمون اضافه میکنیم و مواد رو با هم مخلوط میکنیم به این صورت که میبینیم. این قند واقعا خوشمزه و خوش عطر و دلچسبه. کنار چای عصرونت قوقا به پا میکنه. باید حتما این امتحانش کنیم. خب من موادم الان با هم قاطی کردم. پودر دارچین و پودر شکر رو. نوبت آب میرسه. برای این میزان موادی که داشتم من یک قاشق آب بهشون اضافه کنم بس. به این صورت آبو میریزم و بعد شروع به هم زدن موادم میکنم. من ترکیب رو دو حدی هم میزنم که شبیه ماسه خیس بشه که وقتی قالب میزنم قشنگ فرم بگیره به این صورت. حالا وقت قالب زدنه. شما میتونید از هر قالبی استفاده کنیم ولی قالب‌های فانتزی نتیجه رو خیلی جذابتر و شیک‌تر میکنه. دقیق ترین بخش کار همینه که اگه خوب فشرده بشه قندامون هم منظم‌تر در میاد هم زیباتر. من قالب رو از موادم پر میکنم، با دستم محکم فشار میدم و به این صورت از قالب خارجش میکنم. یکی دیگه هم بزنم. دور کارم رو باید تمیز کنم، این خیلی مهمه. قالب میزنم. دارچین خواص زیادی داره دوستان که اگه با چایی سرو بشه کنارش و مصرف کنین خیلی میتونه دلچسب باشه. یه قالبم ستاره براتون بزنم به این صورت. دور کارم رو تمیز میکنم. به همین قشنگی. یکی دیگه. کاغذ روغنی میذارم و میذاریم که تو دمای محیط به مدت چند ساعت خشک بشن. قندهای دارچینی ما آمادن. خوش عطر، یک دست و دقیقاً همون چیزیه که چای رو تبدیل به یه حس خوب میکنه. اگه شما هم مثل من عاشق طعم‌ها و دست‌سازی‌های خاص هستین، توی این کانال کلی آموزش جذاب مثل همین قندهای دارچینی در راهه. پس اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. لایک و کامنتتون انرژی من برای ادامه کاره. پس ممنونم از شما که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. با یه عطر دارچینی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.